خوبت شد. تو احمق چی فکر کرده بودی؟ کمال، متوجه هستی اینجا از بیرون کده سردتر است؟ متوجه هستم، متوجه شده ایم. برای فعلا ایره سر شانهایت بنداز. فقط برای فعلا؟ بله. چی شده؟ میبینم که چی میکنی. زود پس میایم. کجا میری؟ گفتم میایم. غذا غذا گشنه نیستی؟ هستم اما نمیفهمم که چه قسم پخته میشه. درست شد. بسیار خوب. همراهی تو در هر حالت می باشم. در چه قسم حالت؟ طرف او مواد غذایی دیده همراه خود گفتی که چه قسم او را پخته کنم، همونطور نیست؟ نه خیر، هیچ چیزی نگفتم. یعنی بسیار کم طرفش سر کردم. چون پخته کردنش یاد. مکرونی میخوریم. امیدوار هستم همراه امیر با مشکل مواجه نشی. اما مجبور هستیم، باید همیره بخوریم. ببین چه قسم پختش میکنم. تن تنن. نوش جان. نهان، فراموش نکنی که چرا در اینجا هستی. با پلیس خبر بدیم ها؟ نشه که به سرش کدام بلای آمده باشه. هنوز وقت است. یعنی شاید خواسته باشه که تنها باشه. ایره خو میفهمین که نهان به خاطر راحت شدن خودی کار میکنه. در این وقت بسیار کار احمقانه میکنه.
باشد بعداً تماس بگیرین. میشه بگویی دیشب کجا بودی؟ میوه آوردم بچیم. زنده باشین مادر. کجا میری؟ دوستم زنگ زده. بفرمایین آقا امیر. کمال کجاست؟ در خانه خود است. نیست. من هم میفهمم. شب بخیر. کی میفهمه؟ آسو خانم میفهمه. تو به خدایا. آهسته اینجا گرم است. پیش روی آتش هستی، متوجه باش. نهان چیز قابل ترسیدن نیست. اما این قصه معلوم نمیشه. نهان، تو از من چی میخوایی بگو؟ از وقت که آمدی میبینم که چقدر زیاد میخوایی که همراهیم گپ بزنی. پیش لیلام رفتی، گفتی که میترسی. مام تو را به گپ زدن خواستم، اما خسته شدیم. نهان، ما هیچ خسته نشدیم. خسته شدیم از اینکه هر وقت درباره خود برات میگم تو متوجه نیستی. قلب ما هر بار سخت فشار داده رهایم کردی، متوجه نیستی نه؟ پیش از اینکه بیایی ایره فراموش کرده بودم که قلبم دارم. یعنی چرا این کار هم رگ میکنی؟ چرا؟ چرا او آتش یک بار دیگر روشن میکنی؟ نه که فکر میکنی هم شوهرت و هم مرا در قلبت جای میتی؟ نه او را فریب میتم، نه آرامش تو را از بین میبرم. دیگه هیچ وقتی قسم طرف چشمایم نبینی. بار دیگه ذهن ما مخشوش نساز. کوشش نکن که دیگه ده اینجا جای بگیری. چون که ما انسان هستم. کسی هستم که چند سال پیش مثل دیوانه ها عاشقت بودم.
از همین خاطر طرفت قسم سیل میکنم. چون مام همو دختری استم که دیوانوار عاشقت بودم. چوب باش. خواهش میکنم چوب باش. پخته شده. میخوری؟ معده‌مو مکرونی رو هضم کردن نمیتونه. چند سال پیش مزه‌اش چشیدیم. هنوزم مزه‌اش در دهنم هست. من میخوابم، خسته هستم. همی که روشنی شد باز میریم تو هم بخواب. آقا امیر، خانم آسو شما را ناراحت ساختم، معذرت میخوایم. بفرمایین. آقا کمال عاجل کار داشتم. بفرمایین، مشکل چی است؟ امکان نداره، معذرت میخوایم. یک مشکل جدی در کار تکنیکی ما پیش آمده. چرا موبایلش خاموش است؟ بله. آخرین بار باید تکیر داغ می بود. من کوشش میکنم که همراهشان تماس بگیرم. درست است، اگه همراهشان به تماس شدین برام بگوین که عاجل کارشان داشتم. درست است. بازم معذرت میخوایم. شامتان بخیر. تیکردا اطفال آفتاب. سلام آسو خانم، همراهتان معرفی نشدیم اما آقا کمال درباره‌تان صحبت کردن. آقا کمال هنوزم در اونجا هستن. من نتونستم که همراهشان تماس بگیرم. نه خیر، وقت بیرون شدن. گفتی بیرون رفته؟ یعنی همراهش کس دوم بود؟ همراه نهان خانم یک جای بیرون شدن. میشه که به خانم نهان زنگ بزنید خانم؟
عباس و خانم هم زنگ زده بودن درباره اونا پرسیدن. نه که دو سرک مشهور ما گم شده باشن. چطور؟ نفهمیدم خانم. سرک مشهوری چی؟ ما براشان نگفتیم کمه پیشتر یک دوراهی وجود داره. اونجا لوحام نیست، هر کس را غلط میکنه. اگه طرف راست نرین و در سرک دست چپ برین باز وقت از سرک عمومی بسیار زیاد دور میشین. شاید دورا رفته باشن. چی کردن؟ یعنی وقتی که در اینجا بودن چی کردن؟ همراه اطفال بازی کردن. برشان قسم میکردن که خواب شون، زنده باشن. این کارا به اطفال نازنین مثل دواست. منتظر شما میباشیم آقا امیر. دوست داشتن 1000 بار مرگ است. 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 چوب باش. چرا؟ چون هر دوی ما را جگرخون میسازی. هم خدا و هم مرا. تحمل کردن نمیتونم. مام تحمل نمیتونم. کمال خواهش میکنم دستت برم بدی. فقط برای یک لحظه کل چیز فراموش کنی. لطفاً کمال. لطفاً. حال بخوابی.
1 ساعت قبل. حالا دیگه بخیز. چند ساعت شد. به اندازه کافی استراحت کردیم. حالا دیگه باید حرکت کنیم. شاید به خاطر تو به تشویش شده باشن. ناوقت شده. مخصوصا به خاطر تو. حق با توست. نمیشه. تو خوب هستی؟ خوب هستم. گوش کن. خیرت باشه بیادر. رایتا گم کردی چطور؟ در این خانه کسی زندگی میکنه؟ نه خیر زندگی نمیکنه بیادر. اما کسی داخل بوده. بخاریشم روشن کرده. دروازم باز بود. توبه. اونجا خانه آقا آکان است. شکارخانه است. دوستایشم میآید. تو یک مرد و یک دختره ندیدی که رای خود گم کرده باشن؟ نه خیر ندیدیم. ما یک دفعه خانه را میبینم بیادر. درست است جواد. شما موتر بیرون کنه. بله. نمبر پلیتش دوباره میگم. 34 KG 9465. بله درست است. وقت میگیره. درست است. تا اونجا رسیدن ما کمی وقت در بر میگیره. شما را با موتر خود میرسانم. میشه که باز بعدن پشت موترتون بین؟ زنده باشین. تشکر. خواهش میکنم. اوف بسیار زیاد قهر بود. دیوانه شده بود. زود برش زنگ بزن. با ما خبر بده. درست است. درست است. امیر کجاستی؟ بعدن برات میگم. نگو نهان میفهمم. با تیکرداغ با دیدن اطفالی یتیم رفته بودی. وقتی می آمدم در ماندم. او را میفهمم. چرا برم زنگ نزدی؟ به خاطر که موبایلم چارج نداشت. همیال چارجش کردم. همیال یاسمینم زنگ زد. بعدش به تو زنگ زدم. حالا کجاستی؟ در راه تیکرداغ در یک تانک تیل هستم. طرف خانم یه. همونجا باش ما آمدم. دولگا بچم بیا کلید موتر را بگی خانم محترم آقای محترم با استانبول برسن. درست است؟ حالا نهان ما را میرسانن. حالا
من نمیایم، تو برو. امیر گفت که من پشتت میایم. حتما او خبر شده که ما کجا هستیم. ده همین نزدیکی از گفت میایم. خب پس ما هم اینجا می باشم. تا آمدن او همراهت می باشم. نه خیر کمال، تو برو. نمیخوایم کدام اتفاق بفته لطفا. نهان، اگه به خاطر ما صدمه برسانه باز کل چیزه برش میگم. چی را برش میگی کمال؟ ما از هیچ کس چیزی را پات نمی کنم. اما من پات میکنم. آقا کورای، نهان خانم تا وقتی که شوهرش نامده همینجا می باشه. البته بفرمایین داخل بیاین. خداحافظ. کمال بسیار زیاد تشکر. بازم سرم قهر شدی. قهر نیستم. قهر شدی. قهر نشدم نهان. من تو رو به اینجا خواستم. تو از هیچ چیز خبر نداشتی. شاید اگه میفهمیدی من تو رو خواستیم باز هیچ وقت نمی آمدی. کمال تو دیوانه شدی چطور؟ کل چیزا به امیر میگم. از وقتی که از اون گلداک آمدی من ده همی حالت هستم. کمال خواستم ایره برات بگویم که من خدا از دست دادیم. نهان، میفهم تو یک چیز از من پت میکنی اما نمیفهم که اون مسئله چقدر مهم است. چون سوالاتی که در مغزم هست جوابش پیش تو نیست. هر کس مسئول زندگی خود است. مهم نیست که در تقدیر ما چی نوشته شده. دیگه بالایت قهر نمیشم. بدتر از همه ای است که نمیفهمم چی احساس دارم. اما از قلبم یک صدا میه که توقف کن. میگه که به دیدن نهان ادامه بدی. میگه که او چیز را ازت پنهان کرده، مثل زخمایی که هیچ وقت خوب نمیشن. اما اگه زخم لمس نکنی باز هیچ وقت خوب نمیشه. وقتی که تو چیز نمیخوایی بگویی باز تنها میمانی نهان. حالا دیگه داخل برو. داخل برو. بیادر میشه چند دقیقه اینجا استاد کنیم؟ خیرت باشه بیادر جان. میشه که تا رفتن او خانم منتظر باشیم؟ تو احساس میکنم که هیچ راحت نیستی بیادر جان. اگه خواسته باشی پس میریم تا وقتی که او خواهر نرفته اونجا میباشیم. نه خیر، لازم نیست. میبینم که چی خواد گفتی خانم نهان.
یک خواهش کنم. البته. فکر کنین اینجا تنها بودم، درست است؟ درست است. هر قسمی که خواسته باشه. بسیار زیاد تشکر. تنهاستی؟ بله. آهسته. دموتر بشی. چقدر قرضدار هستی؟ نه خیر نه، ما کار نکردیم بیادر. خیرت باشه، رفیقت نیست. امیر لطفاً. چی امیر لطفاً؟ چی؟ کمال کجاست؟ رفت. خوب شد رفت، اگر نه بازو را با آسمان روان میکردم. به صبرانه منتظر شنیدن کل چیز هستم. حرکت کنیم بیادر. آهسته میریم بیادر. بیادر چی شده؟ درست است، آرام باش، من همیاله میایم. زود چو بیادر. حالا بگو. آهسته برو. برام بگو بازم امرای او احمق چی کار داشتی؟ از پرورشگاه زنگ زده بودن. اونا تمویل کننده پروژه کاری ما هست. از همین خاطر آمده بود. بازم او احمق تو را خواستم تو نیست؟ نه خیر، او رام از همین خاطر خواسته بودن. هر دوی ما نمیفهمیدیم. وقتی که برمیگشته موتر ما خراب شد، تا تانک تیل پیاده آمدیم. بعدش هم او رفت و ما به تو زنگ زدم. هر دوی تنها ماندین، تنها قدم زدین. شاید که دستشم گرفته باشی. امیر لطفاً آهسته برو. برات گفتم تحمل نمیتونم او احمق ببینی. امیر بس است. باید برم زنگ میزدی. مثل احمقا به تشویش شده بودم. میترسیدم کدام بلا به سرت نیاید. اما نهان خانم هم رای آقا کمال مصروف بودن. امیر بس کو. کمال هیچ مقصر نیست. او حتی نزدیک ما هم نشد. اگر دوست پسر قبلیت مقصر نباشه، باز تو مقصر هستی. هر دوی ما را از بین ببرم. امیر گفت ما آهسته برو. هر دوی ما را از بین میبرم که نه گناهی باقی بانه، نه جرمه، نه امیر باقی بانه که مثل احمق قصادت میکنه و نه نهان باقی بانه که رای خودم دون میکنه. امیر گفت ما آهسته برو. جانم آرام باش. طرف ما بیبی. درست است نهان آرام باش. طرف ما بیبی. درست است آرام باش. بکاش تا زودتر خلاص شوم. اگه تو این کارا نکنی خودم این کارا میکنم. هوش کرده باشی نهانی گپا نزنی. هوش کرده باشی. از جان خود تیر هستم. از زندگی مثل برده ها خسته شده. درست است. تو همیشه همه قسم ظالم بودی. دیگه تحمل نمیتونم. روز به روزی کارای تو زیاد شده میره. همراه من قسم رویه میکنی. ما ظالم نیستم نهان. ما عاشق هستم. عشق قسم نمی باشه. این قسم عشق نمی باشه. چرا نمیفهمی نهان؟ او احمق نزدیک ما زندگی میکنه. او امشب ازم دزدید. یک شبه که همراه تو میباشه ازم دزدید. او زندگی مرا تلخ ساخته نهان. امیر تو 5 ساله عمر من ازم گرفتی. تو لعنتی زندگی من تباه کردی. 5 سال زندگی من گرفتی. مرا تباه ساختی. 5 سال زندگی من ازم دزدیدی. مرا تباه ساختی. 5 سال زندگی من ازم گرفتی.
5 سال زندگی من. آرام باش، درست است. آرام باش. از این کارت دست بکش امیر. اگه دست نکشی قسم به زندگی خود ادامه دادن نمیتونم. هوش کنی. من فقط با بودن تو نفس میگیرم، فهمیدی؟ هر قسمی که شوا من امروی تو یک جا پیر میشم. نه، معذرت میخوایم. اعلام کن. معذرت میخوایم. معذرت میخوایم. آهسته بدوان، آهسته آهسته آهسته. بیادر جان چیزی شده؟ نه خیر، بسیار خسته هستم بیادر، خسته هستم. اعلام کن. تو را اعلام کنم؟ حتی به شوخیم گفته نمیتونم. در پیش چشمایم به خاکستر تبدیل شد بیادر. دست و پایم بسته است. هر طرف دویدم هیچ کاری نتونستم. قلبم میسوزه. لازم میشه که با دستای خود جور کرده بودیم صدای کشتیم در گوش میه که در آتش میسوخت. کمال بیادرم، کاش اونجا میبودی و میدیدی که چقدر بیچاره بودم. درست است ساله، درست است. شکر که تو را چیزی نشده. اگه تو هم داخل او کشتی میبودی باز من چی میکردم؟ اگه من داخلش میبودم هیچ کسی کار نمیتونست. کار کی بوده میتونه ساله؟ شاید عوارض داشته بوده. عوارض نداشت. من همیشه او را کنترل میکردم، هیچ مشکلی نداشت. پلیس هم گفتن که زیر کاسه اینیم کاسه است. اونا هم شک داشتن که کار کسی است. گفتن که بازجویی میکنن. کی همراه تو دشمنی کرده میتونه؟ امیر. هر کسی که همراهیت هست برش ضرر نمیرسانه، نمیخواه که به تو ضرر برسانه. اگه من جگرخون شوم باز از همه زیادتر کی جگرخون میشه؟ تو جگرخون میشی. او لعنتی میخواه همراه ما بازی کنه. من احساس میکنم که این کار او احمق است. امیر دست نمیکشم. اگه تو مانی او احمق نشی باز و هیچ وقت آدم نمیشه. تو برای من میگه پاره گفتی نگفتی؟ قسم خوردی. حال دیگه چی شده ها؟ بازم نهان مغزت مغشوش کردن. از اون کده یک چیز مهم دیگه است ساله. فکر میکنم که اشتباه کردیم. نهان از وقتی که آمده میخواید چیزی را بگوید. امیر دوست نداره. امشب قسم به چشمایم نگاه میکرد، درست مثل گذشته. کمال
با آن دیگه بیادرم. او دختر با شوهرش یک جا شده تو را از بین میبره. تنها تو را نه، همگی ما را. این کار رو قدر آسان نیست. اول باید این کار حل کنم. لطفاً مرا تنها بان، میخوایم بخوابم. مرا قهر نساز نیان، هیچ وقتی کار نکن. امیر باید سمیالا با هم گپ زنیم. بعداً. اما بسیار مهم است. گفتم بعداً. خوابید؟ البته در اونجا خنک خورده. با جایی که متوجه دخترت باشی مصروف احوال پرسی امیر هستی. گفتن خوب است دیگه. وقت که آمد دیدی که خوب بود. تو هم اقدر سوال کرده او را عصبانی نساز. نهان؟ بیاین پدر جان. دخترم قندم. پیش از اینکه خواب شوی خواستم یک بار ببینمت. چطور هستی؟ خوب هستی دخترم؟ بله خوب هستم. امروی کی با پرورشگاه رفته بودی؟ یاسمین امرویت بود؟ نه تنها رفته بودم، اما کمالم اونجا بود. دخترم پدر، از طرف کمال به من ضرر نمیرسه، اما امیر میخواه به کمال ضرر برسانه. به این خاطر بسیار به تشویش هستم. عزیزم تو در کار اونا مداخله نکن. دزم با تو چی؟ چطور مداخله نکنم؟ اگه امیر از خاطر ما به کمال ضرر برسانه باز دیگه هیچ وقت خدا بخشیده نمیتونم پدر. بسیار خطرناک است. بسیار خوب میفهمم که چقدر خطرناک است. بیا زود جایی که قرار دارم پشیمان هستم. فهمیدی طوفان؟ فردا کاری احمق تمام میشه. فهمیدی یا نه؟ مرا زیاد مصروف خود ساخته. وقتش رسیده که کارش تمام شود. هیچ قانع شدن نمیتونم صالح. هیچ نمیتونم قانع شوم. یک مشکل است اما او را درک کردن نمیتونم. مانع سوالات مغزم شده نمیتونم. ازش پرسیدی دیگه بیادر؟ او هم برای چیزی نگفت. نگفت. هیچ چیز برام نگفت. گفت که مجبور بودم عروسی کنم. گفت که دیگه چاره ای نداشتم. خب درست است. تو هنوزم فکر میکنی که او تو را دوست داره نه؟ حال خودتو پولدارم شدی، مقامم داری. نهان خانمم دویده پیشت میایه. وای وای. ما هم همی قسم فکر میکردم صالح. همی قسم فکر میکردم. دروازه قلبم بسته بود، اما حالا باز شده. فعلا کاملا باز شده صالح. نمیفهمم که چطوری قسم شده. من میگفتم که قلبم هیچ وقتی قسم نمیتپه، اما تپش قلبم شروع شد.
و هم بسیار تیز. کی باشه؟ اگه به چیزی که مربوط ما میشه دست دراز کنی دست تمش کنانا. متوجه گپ زدنت باش. نمیفهمم درباره چی گپ میزنی. فکر میکنی که نمیفهمم؟ دردای گذشته خدا گرفته آمدی پیش ما. میفهمم که خبر داری، اما من هیچ وقت از این کار خود منکر نمیشم و ازش استفاده هم نمیکنم. نهان از مغز، گرفتن نهان حتی در گوشه از مغزت هم خطور نکنه. کمال فهمیدی؟ هیچ کس مال کس دیگر نیست امیر گوزجغلو. تو اولی را یاد بگی. ای کارا هیچ وقت با بدماشی نمیشه. تو نمیتونی کس را به زور به دست بیاری امیر. عاقبت کارهای بد خواد بود. برات نشان میتم که جواب کوچ آمدن به پهلوی خانه ما چی است. درست است، نشان بده که ببینم. کارت تمام میکنم. تو را از اینجا بیرون میکنم. هر چیزی که از دستت میایه انجام بده. همیشه تو هستی که برام پیشنهاد جنگ میکنی. ما هم کسی نیستم که دستی را راشه بیشینم. تو امیر خوب میفهمی. بیادر برات گفته باشم و احمقت من کار میکنم. بیاز همیشه میخواه کدام کار کنم، اما ای بار فقط یک چیز تغییر کرده. گپ دیگه طرف نمی برد، واضح می گفت. چطور؟ به خاطر از دست دادن نهان می ترسه. شاید قسمی که ما فکر میکنیم سر خانم خود باور نداره، اما تو نیست. وحشی. از حد خود گذشتی، مرا حیران میسازی. ما برات چرا قدر نصیحت کردم که بری و متوجه دختر باشی. اگر لازم باشه دختره بترسان. من برات نگفتم کشتی را بسوزان. تو کاملا راست میگی. دفعتا خود از دست دادم، نمیفهمم چرا. با او بچه حسادت میکنم. فرق نمیکنه که پشتش گرفتی. اما آفرین، با اولین بار به خاطر چیزی که میخواستی یک کار کردی. ما عاشق شدیم نه؟ اوگار شدی. ما میگم که دیشب چرا برم 40 دفعه زنگ زدن. او بچه رفیق کمال است نه؟ خوب کردی که کارم راش کردی. فهمیدی؟ کدام چیز پیدا کردن؟ شاید کدام سرنخه. افراد ماهر خود روان کردیم، اما بازم باید تدابیر خود بگیریم. شاید تحقیقات خود انجام داده باشم. دستم سوخته. بزرگترین سرنخ پیش تو سوزان. فهمیدی؟ افسانه
اوزان در باغچه نبود کجا رفته؟ در اتاق امرای آقا امیر است. درست است حسنک غمکش، من این کار را حل میکنم. چی را حل میکنی؟ همراه اوزان و ارکم به غذا خوردن میرفتیم. برش گفتم که من میزری ظرف میکنم. دستت چی شده اوزان؟ ها؟ من دیگه رفتم. نهان گوش کو چی میگم. امروز از خانه بیرون نشو. مغزت آرام بساز و استراحت کن و به کارخانه تام نرو. ما هم همین کارا میکردم، تشویش نکن. تشکر از که گفتی، خاطرت جمع باشه. تشکر میکنم عزیزم. دستت چی شده اوزان؟ همراه چاقو افگار شده. نشان بده چه قسم افگار شده؟ چیز مهمه نیست. توبه. اوزان ایخه با چاقو افگار نشده سوخته؟ فکر کردم که تو سرم قهر میشه به خود نگفتم. در موتر امیر رانندگی میکردم. تو تشویش نکو، به خاطر که استرسم دور باشه ای کار کردم. موتر کم مشکل داشت، میخواستم که ماشینش ببینم، باز دستم کم افگار شد دیگه. امروز باید امرت گپ بزنم امیر. با شرکت میایم. در شرکت نمیشه. نه خیر نمیشه. امشب کار دارم. اما شرکت حتما میایم. اما مجبور هستی که گوش کنی جانم. توبه. بسیار زیاد تشکر. ایران بگیرین. تشکر میکنم. خب زیاد اصرار کردی اما چیزی نگفت. اصلا نهان زیاد اصرار میکرد. مثل گذشته شدی. چی؟ صدایتو میگم. وقتی که درباره نهان گپ میزنی با صدایت کم نرم میشه. چه قسم بگویم جانم، در صدایت معلوم میشه که ناچار استی. اما تو یک چیز دیگه فهمیدم جانم، صدایت مهربان میشه. بعدیش همین جاست. وقتی که همراه می بود اصلا بیخبر می بودم. بازم میخواست مرا در آغوش بگیره لیلا. مانع شده نمیتونستم. یک قسم نمیشه، باید متوجه باشم. بسیار پیشرفتی. میگی که غرق شدی به بار اول. یک گپ جالب است که در چشمایت کینه را نمیبینم جانم. عشق است. شک و تردید خود نقطه قلب انسان جا نمیگیره کمال جان. شکم به اندازه بزرگ است که حتی کینه را از بین میبره جانم. ها؟ خب دیگه باید مجبورن مانع شوی. آی اگه کار به زور می بود باز برات میگفتم که کمال او دختر را ببر در یک جایی قفلش که و هر سوالی که داری ازش بپرس. اما تو نیستی. تو او قسم آدم نیستی، به تو نمیزیبه. اگه این قسم یک چیز باشه که نهان به زور عروسی کرده باشه، باز حتما یک سرنخ مونده. حتما یک کار کرده او رو پیدا کن. نمیفهمم لیلا، نمیفهمم. اگه اشتباه کرده باشم چی؟ موبایلت بکش یک بار. چرا؟ بکش دیگه جانم. در اینترنت ببین. نوشته کو عروسی امیر کوزجوغلو و نهان نوشته کو، ببین که چی میایه. لیلا ما چند دفعه عکس‌ها را دیدیم، کلش در ذهنم هست. حتی اگه چشمای اون بسته کنم هر دویش پیش روی می باشن. اون وقت با یک چشم دیگه میدیدی. حالا ببین، حالا دیگه
به نظرت نهان خوش است؟ درست است. خوب است. اگه یک سرنخم نباشه بازم شک ما درست است جانه. بیا. مدیر پروژه آمده آقا. فرمان مرگ کمال آمد. نامش چی است؟ راشد. نام واقعیش است؟ راست ها. عالی است. بخواهش داخل. بیا. بتش ببینم. نشک و احمق بفهمه که گزارش جعلی است. امکان نداره. گزارشی که آماده میکنه میتونیم که کاپیش پیش خود داشته باشیم، اما متفاوت. با این گزارش رو تبا ساخته میتونیم آقا. چیزی که کمال زندانی ساخته میتونه. باید این توسط یک پلاستیک نیلون پوش کنیم. بعد از اینکه امضای او را گرفتین بازار چی زودتر به ما خبر بدین. باید مربوط دولت ترکیه شود. ما پول میتوم و تمام مسئولیتش مربوط کمال. کاملا همین قسم است. بعدش ما از اینجا میریم و یک نفر ما را دگیر پلیس میدیم. باز هم ثابت میسازه که کمال سودره کارهای غیر قانونی میکنه. فعلا برو. پیش از جلسه ما باید بیایی. اما پولم؟ اول باید کمال امضا کنه. باز پولت حتما میگیری. حالا دیگه بیا که تو رو برسان. نه خیر عزیزم، میخوایم کمی قدم بزنم دمی چهار طرف. در ضمن میخوایم وسایل رسومیان بخرم. حتما برگشت به گذشته هاست. شاید. اما هر چیزی که باشه از کمال پت نکنی فهمیدی؟ با ولدان اون در یک درس عالی بده. به گپای تو گوش کردم و جنگم جهانی ساختم. بسیار زود نتیجه میگیریم. وقتی که حمله دوم به اون در بکنی باز کار خود رها خواهد کرد. نه به تو نه به خانه، به هیچ کدامتان ضرر نمیرسونه. ما همراهت هستم، تشویش نکن. میفهمم. بیا. خانم این نامه رو به شما روان کردن. کی روان کرده؟ نمیفهم، نامی رسمی به شما آمده. از لیلاست. این دیگه چی معنی میده؟ دعوای متقابل. حال دیگه خانه را نمیخوایم، بلکه میخوایم حق شرکت خودم به دست بیارم. یعنی میخوایم شریک شو. درست مثل تو. کاکا مصطفی موتر پیش دروازه بیار، ما میریم. درست از بچه. تو از ما قهر هستی؟
چون چند روز میشه که نه دوستم هستی و نه بیادرم. لطفاً باندگه. خانم نهان، آقا میر گفتن که امروز استراحت میکنن، میشه که بیرون نرین ها؟ درست است، اما اوزان میخواه بیرون بریم. دروازه را باز کن. سالی چطور هستی؟ فکر میکردم روزای خوشم آمده. همه که نمردم برام یک تسلی است. آقا اوزان موتر روان میکنم. ما یک چیز در اتاقم فراموش کرده. میرم موره میگیرم. درست است؟ پس میایم. درست است. تو را دیدم یک گپ به یادم آمد. به بیادرت بگو که از زینب دور باشه. زینب دیگه از ما است. به لطف خداوند ازش خواستگاری میکنه. راستی؟ کمالم از کل چیز خبر شدم. بسیار زیاد خوش شدم. بسیار تصمیم خوب گرفتی. تو و زینب جفت عالی هستین. مبارک باشه. زنده باشی. هاری شوهرت هم از پشت کمال دور بساز. دیشب به خانه کمال آمده بود. او را تهدید میکردی کارش هیچ خوب نیست. چی میگی؟ گفتی دیشب؟ در ذهن انسان هر قسم گپ میگرده. شاید کشتی مرا مامو آتش زده باشه. چی؟ کشتیت سوخته؟ چطور یعنی؟ دیشب یک صفحه زندگی ما بسته کردم. نه کشتی ما که روزی ما به دست می آوردم نمیفهمم کدام احمق آتش زد. ایره خب با چاقو افگار نکدی سوخته؟ ما حلش میکنم. ساله واقعا بسیار زیاد جگرخون شدم. شکر که خودت خوب است. ما بسیار جگرخون شدم. معلوم میشه بعضی از که مانع نزدیک شدن ما میشه. پدر جان، دختر قندم، روز خوش. با خدا سپرده من. بیادر جان قندم، خداحافظت. هیچ چاپلوسی نکو. هر ساعت منتظر پیامت می باشم خواهرک قندم. حالا دیگه بچیم بخیر بری. خداحافظ مادر. جانم تو هم دیگه کوشش نکو که ما را جگر خون بسازی. درست است مادر جان. شما مرا کاملا یک دختر دروغ گفت فکر میکنین. خب همین حقیقت داره دخترم. کوشش کو دیگه اشتباه نکنی. دیشب بسیار خوابای بد دیدم. خداوند خیر ما را پیش کنه دخترم. حالا برو. آمین. ساله خوب هستی؟ چی کنم دیگه گلم؟ دیگه چیزی از دستم نمیه. دوباره خوب خواد شدم انشالله. آله کجاستی؟ پیش کمال بودم هم یارو برامدم. ها یعنی ده هتل بودی؟ بله ده هتل بودم. بله همونجا بودم. اگه تو را ببینم شاید خوش شوم گلم. میفهمی؟ ما میخوایم همیره برات بگویم. پیش از اینکه به درس برام میخوایم تو را ببینم. خواستم همیره برات بگویم. درست است؟ خب دیگه باز میبینیم. پدر امروز کم ناوقت به دکان میم کار دارم. خیرت باشه. میخوایم قرضه بگیرم. با خاطر چی؟ چرا این گپا در روی سرک برم میگی بچه ما؟ اجازه نمیخوایم، فقط برات میگفتم. بازم میخوای کار خود شروع کنی؟ این کارم میکنم پدر، میکنم. برو بچه‌م برو، اما زیاد امیدوار نباش. درست است؟ بازم مرا دست کم میگیرین؟ کاملا برعکس. ما برات میگم که تو یک دکان داری. او دکان من است، از تو است. از من است پدر. هر کس میگه طارق کلان آدم شده، اما هنوزم زیر دست پدر خود کار میکنه. چطور جوابشو نبتم؟ کدام بیادب ایگه پارا برات زده؟ دقیقش نشین پدر. بیازو هر چیزی که بگویم درکم نمیکنین. کافی است که امید مرا از بین نبرین. ما به یک شکل راه و چاره خود خود پیدا کردم.
همیشه دعایتان میکنم بچم، هم خواهرت و هم بیادرت و هم تو را. با یاد داشته باش. حالا دیگه بچم، خداحافظ. کار تو بودنه؟ چی را؟ پیش من تمثیل نکو اوزان. کشتی ساله را تو با آتش زدی، درست است یا نه؟ امروز صبح همراه امیر دمی بارا گپ میزدی؟ دیشب فقط میخواستم توسط افراد امیرو را بترسانم. ما زینب برات شرم است. میشرمم که خواهرت هستم اوزان. واقعا میشرمم. این مفکوره ها را امیر برات میتهم و تو نیست؟ پشت او دختر ایلا کن. کوشش نکن مثل امیر یک انسان روانی شوی اوزان. کشتی کسی را که به آتش زدی نامزده زینب است، یعنی دمی روزا نامزد میشد. فامیده شد؟ بچه؟ سلام بگو. درست است. زینبان برات سلام میگه. بله. خدای ما تو کمکم کو. چطور استی بچم؟ با جلسه میری؟ بله مادر جان، همراه آسو هستم. با او دختر مقبولم سلام بگو بچم. جانم متوجه کل چیز باشی، درست است؟ درست است مادر جان، تشویش نکنین، دستایتانم میبوسم. موترت کجاست؟ دیروز یک مشکل پیش آمد، کم خرابی داشت. امروز میرم و تسلیم میشم. فعلا با این موتر دارم میکنیم. باور کردم. چی منی میته؟ آسو چرا قسم رفتار میکنی؟ دیشب خواب شده نتونستم. بسیار چیزا به فکر کردن بود. مطمئن هستم که به من ربط نداشته. نمیفهمم. میشه که با تو هم فکر کنم. چی شده آسو؟ دیشب وقتی که امیر نهانه میپالید به من زنگ زد. مام به پرورشگاه زنگ زدم اما شما بیرون شده بودیم. از همین خاطر قهر شدی؟ همی که همراه نهان یک جا بودم؟ به خاطر که برام دروغ گفتی قهر شدم. او هم دروغای پای در پای. بین تو و دختر کدام رابطه ای است کمال؟ آسو ما به هیچ کس دروغ نگفتیم. کدام رابطه هم ندارم. دزم دهی باران با هم گپ زده بودیم. تو نهانه چی فکر کردی؟ نه که من دروغ میگم. درست است که با هم دوستای خوب هستیم، اما از این رویایت هیچ خوشم نمیاد. به نظرم تو کم آرام شو، باز گپ میزنیم. بیا دیگه دختر شجاع، هرچی میخوایی بگویی زود شو بگو. باز گو. چی لازم بود؟ به خاطر پدر شدنتم لازم نبود؟ هوش کرده باشی که گریه نکنی. نمیخوایم در دهلیز شرکتم کسی گریه کنه. امروز وقت داری؟ بله، به خاطر یک عملیات. خوب شد که به خیر گذشت. درست است. بعد از چاشت روانش میکنم. رفت زینب. باندگه سالی جان، امی که خودت زنده استی شکر است. خوب ایره فکر کن. حق با تو است.
اما چی کنیم دیگه، بسیار به وقتی کار شد، نباید حال میشد. ما میخواستم دمی بارم رید گپ بزنم، از خاطر او کارت مرا ایران ساختی. دقیقاً بالای قرار شدم، اما به خاطر مشکلات برات چیز نمیگم. میخوای که دست بکشی؟ نه خیر، او قسم نیست. درست است. بگو دیگه که چی میگی. دیگه طاقت ندارم. ببین که به چی حالت رسیدیم صدقه شو. شبا از دست تنهایی امروی کشتی خود قسم میکردم، اما حالا از دوست خود جدا شده، دور شده. ساله درست است دیگه، خدا جیگر خون نساز. به خدا باز من جیگر خون میشم. اگه تو میخوایی باز کوشش میکنم. اگه به خاطر من تو هم جیگر خون میشی، باز دیگه فراموش میکنم کشتی خدا. خیر و خلاص. به هر صورت ما باید مکتب برم، باز میبینیم. نزدیک شام برات زنگ میزنم و با هم یک قهوه مینوشیم. درست است؟ دیوانیت هستم عزیزم، دیوانیت. 100 قهوه مینوشیم. فقط تو همراه ما باش. درست است، باز میبینیم. چند دفعه برات بگویم که به من زنگ نزن؟ زینب باید با هم گپ بزنیم. باید تو را ببینم. من نمیخوایم ببینمت، وقت ندارم. فهمیدی؟ همراه او بچه هستی نه؟ همراه او ساله احمق. بله، امر سالی هستم. قرضه ندادن همونطور نیست بچیم. برات گفته بودم تو کجا و قرضه کجا، اما زیاد شک کردی. بازم دیگه چیزی نگفتمت. تو خود هیچ وقت گفتم من نکردی بچیم. حالا دیگه بگی، از صبح که کلا کار مانده، اگه از خیال پردازیات خلاص شده باشی، باز میتونی به حقیقت برگردی. خیال نه پدر، گپای مثل یک خواب نمیمونه. خداوند تو را دنی مراه نمانه، دیگه هیچ چیز نمیخوایم. اگه وقت داشته باشین میخوایم شما را یک بار ببینم. آی خدای من، کدام احمقی جای موتورسایکل خود استاد کرده؟ چرا تو کرده؟ درست است استاد جان، آرام باش، ما هم اینجا پایین میشیم. چه قیرتانهای جالبه گیره بودیم با خدا. آسو به جلسه آمده، من از اون قهر هستی؟ آی درست است، درست است. همراه مدیر پروژه کمی مشکل داریم اما حل شود. دیگه چیز نمیخوایم. ببخشید که موتورسایکل ما جای غلط ایستاد کرده بودم. متوجه نشدم، بفرمایید. میترین که کلیدار از دفتر معلومات بگیرین. درست است، زنده باشین. موتورسایکل از شماست؟ بله، در جای غلط ایستاد کرده بودم. آقا راشد. سلام آقا کمال، خوش آمدین.
موتورسایکلتان بسیار مقبول بود. او قسم مدل تا حالا ندیده بودم. اما طرف نه در بازار آمده. نه که خوشتان آمد خانم. او قدرم نه. من همراه آقا اون در گپ زده پس میه. درست است. آقا اون در. بله. بسیار زود میرم، فقط یک کلمه میگم. چی میخوایی؟ دوایتان دوباره پس میگیرین. لیلا تنها نیست، ما همراهش هستم. آقا اون در. بله. بسیار زود میرم، فقط یک کلمه میگم. چی میخوایی؟ دوایتان دوباره پس میگیرین. لیلا تنها نیست، ما همراهش هستم. اجازه نمیتم که به او ضرر برسانین. اگه جنگ میخواین باز تا آخر عمرم رایتان میجنگم. ما نمیخوایم امرای جنگ کنم. هیچ وقتی کارا نمیکنم. یک بارم اگه شده درباره خانواده‌تان فکر کنین. دعوایتان پس بگیرین. تو مرا به چی متهم میکنی؟ ببینین اگه چیز آتش بگیره باز اطراف خودم میسوزم. اگه کسی هم نخواهی امکان داره که بالای اولادایتان هم سرایت کنن. همه تو نیست؟ وقت گذشتهتان افشاشه ها باز از همه اولادایتان جگرخون میشن. اگه در فکر مقام خود نیستین کمه در فکر اولادایتان باشین. خانم آسو. سلام. نامتان آقا راشد بودم. بله. بله آقا امیر. بله. امروز بالاخره میتونیم که موضوع اوراق خلاص کنیم. اگه آقا کمال بخواین باز حتما نشان میتیم. خب چیزی که در گزارش نوشته است قبول دارین که ما امضا کنم؟ شما نمیخواین که بخوانین؟ نه خیر. بیازو تمام مشکلات در بین شماست. اگه کدام اشتباهی شوه باز اول شما متضرر میشین. سر ما اعتماد کده میتونین. فقط بالای شما. ای اوراق از ذره مطالعه کردم. تمام شرایطش قابل قبول است. خب دیگه درست است. امضا میکنیم که تمام شوه. خانم نهان آقا امیر در اتاقش منتظر شما هستن.
همیالا باید گپ. عزیزم مرا بسیار متعجب ساختی. معذرت میخوایم. خواهش میکنی این کارتان شما را یک انسان ما تفاوت ساخته. عشقم کدام مشکلی است؟ عجله ندارم. در اتاقت منتظرت هستم. بیاز کار ما مامیال خلاص میشه اما تو نیست. خلاص شد. خسته نباشی. بسیار زیاد تشکر. به همگی ما تبریک باشه. تبریک باشه. راستش اگه از ما کدام سوال دیگه نداشته باشیم نه باید به یک جلسه دیگه خدا برسونیم. البته. روزتان بخیر. به خاطر کمکتان تشکر. آقا کمال افتخار میکنم کمرتان کار میکنم. زنده باشین. خواهش میکنم. بیاین که شما را بدبخت کنیم. شما را به زحمت نمیسازم. روزتان خوش. روز خوش. خب با استانبول عادت کردین؟ تا هنوز نه. فقط یک دوست دارم هم کمال است. بدون او تا هنوز اینجا کسی را نمیشناسم. خوب هستی؟ خوب هستم. امیر دیشب همراه تو نه کدام مشکل نبود. فکر میکردم همراه آقا کمال رابطه نزدیک دارین. البته. اما کسایی که در استانبول زندگی میکنن کلی چیز تغییر دادن میتونن. شاید بگن که این کار دیگه از کجا شد. کاش که دوباره با زنگلداگ برگشته بتانیم. ای که کمال در اینجاست دلایل خاص خود داره آقا امیر. شما هم همراه کمال اینجاستین. کشتی کلش سوخته؟ بله وقتی که ما در پرورشگاه بودیم. حتما کار امیر بوده. نمیفهمم. کمال اگه او به این اندازه پیش آمده باشه باز دیگه توقف نمیکنه. از این کار نمیترسم. چی شده؟ چیزی نیست. به تو ضرر میرسانه؟ نه خیر. نهان برام راست نمیگی؟ کمال من یک چیز میفهمم که راست است و او ای است که تو همراه یک شیطان شراکت میکنی. دستشوی مردا در دهلیز طرف دست راست است. معذرت میخوایم. نهان خانم شما متوجه نیستین که چقدر خوشبخت هستین. نه که خوشبختی ممی رست ها. اگر در دست ممی بود باز در یک ثانیه این خوشبختی را به تو میدادم. خب دیگه از امیر طلاق بگیرید.
از خاطر شما من درد میکشم. امیر امی قسم است دیگه. ای که به تو هم ضرر میرسانه متاسف هستم. لطفا از امیر جدا شو. من جدا شدن نمیتونم، اما سر وقت است تو میتونی خود از اون نجات بدی. نهان به امیر. تشویش نکن، چیز نمیگم. به کل ما تبریک باشه. بازم خواد دیدیم. حتما. قرار نبود که امروز در خانه استراحت کنی؟ به جلسه داخل شدن عادت نبود شده؟ به خاطر که تو از رنجاندن مردم لذت میبری. اصل گپا بگو. مشکل جور کردن به اوزان کدام بازی جدیدت هست ها؟ باز چرا مقصر هستم؟ تو با اوزان گفتی که کشتی را آتش بزنه. کاملا بیگناستم. او تمامش از مغز بیادر بیچارت بیرون شده نهان جان. صبح قسم نمیگفتی، در پشتش زده میگفتی که این کارا حل میکنه. بازم کثافاتش پاک میکنم. کارای ناقهمقانه عادت خانوادگیتان است عزیزم. ما به صبرانه منتظر جنایت بعدیش هستم نهان جان. ازت نفرت دارم. اصلا تو چرا اینقدر ناراحت شدی؟ چیزی که سوخته فقط کشتی یک ماهیگیر بیچاره است. کوشش نکو با طرفداری بیجاید به اوزان کارای احمقانه یاد بدی. حتی اگه بیادرمان باشه بازم نمیخوایم که جزای کارایش یک کس دیگه ببینه. فهمیده شد؟ کارت بسیار عالی بود. آقا کماله در چه انداختی؟ از برکت تو امضا را گرفتم. همیال پول روان میکنم. تو برای چند وقت خدا گم کن. دست کول ما فراموش کرده بودم. این قسم که ادامه بتی عقلتم از دست میتی. کل چیز بسیار خوب پیش میره. درباره چی فکر میکنی؟ وقتی کسی از چیز را پنهان کنه باز چطور خودم مطمئن ساخته میتونم؟ به این رب داره که کی باشه. اگر کسی باشه که دوستش داری یا دوستایی نزدیکت هست باز از چشمایش میفهمی. بله. امیر برای دام مانده. دام چی؟ اوراق را که امضا کردی همون یک دام بوده. شماره مورد نظر خاموش است. خدا لعنتت کنه. چیز پیدا کردی؟
شرکت رهنما هیچ جواز نداشته. وقتی که شما همراه امیر اینا را انتخاب میکردی، اونا فقط یک شرکت خیالی ساخته بودن. ده یک مشکل بزرگ افتیدی کمال. این کار ما قسم است که همراه یک شرکتی که بدون جواز از سند غیر قانونی امضا کردی. مجازاتش بسیار سنگین است. جزایش حبس ابد است. میخوایی چی کنی؟ با آقا امیر اجازه نمیتونم از تباهی من لذت ببرم. صالح کجاستی؟ منتظرم باش، همراهت کار دارم. نهان جان اگه زیاد به تشویش هستی برش زنگ بزن. اگه جواب نده چی؟ اگه بعد از او زنگ تو را جواب نداد پس مشکل او است دیگه. بله؟ از خاطرت به تشویش بودم. فهمیدی که امیر برای چی دام مانده بود؟ میخواه که من را زندانی بسازن. چی میگی کمال؟ نهان باید قطع کنم، بسیار زیاد کار دارم. او چی گفت؟ هر قسمه که میشه باید به کمال کمک کنی. چی کردی؟ خبرهای بد برات دارم بیادر. در اینجا نه کسی به نام راشد است و نه کدام شرکت. تو هیچ وقت اشتباه نمیکردی، چون تو خودت در دام انداختی. حالا دیگه بیا به شرکت حمله میکنیم و او اوراق میگیریم و این کار تمام میکنیم. نمیشه صالح، نمیشه. میخوای دست زیر لاشه بشینیم پلیس بیا ما را دستگیر کنه ها؟ حال او راحت است، فکر میکنه که مرا زیر پای کرده، اما من قدم بعدیش فکر میکنم. بسیار زیاد متاثر کننده است. چی پلان داری بیادر؟ قصدی کار ازش میگیرم. امیر گزجوغلو را از تختش پایین مندازم. تو چرا هنوزم اینجاستی؟ حالا دیگه بخیز، طوفان منتظرت است، باید بره. کجا؟ نه خیر. مرا عصبانی نساز بانو، موتر ده پایین است، طوفان تو را میبره. او احمق بابا، هر چی که لازم باشه انجام بده. دستکولم در دفتر مانده. ما دستکولتان میارم، تشویش نکنی. خانم بانو بفرمایید. تو هم میخوای کال دست او شوی؟ همراه من این کار نکن لطفا. متاسف هستم، لطفا مرا درک کنید. نه وقت میشه. در اینجا چی میکنی؟ آمده ایم که او راشد احمق پیدا کنیم.
خسته نباشین. زنده باشین. میخواستم درباره یک موتورسیکل بپرسم. رنگ نارنجی، مدل کلاسیک است. راستش صاحب موتورسیکل میخواستم. زنده باشین. روز خوش. خداحافظ. خسته نباشین. نام اصلیش پیدا کردم. حالا دیگه نوبت نشانیش. این کاغذ با ما بده. دیگه کارش مربوط ما میشه. چه قسم پیدایش میکنی؟ یک دفعه ببینم که چی میشه. ما میگن دوست و رفیق داره. راحت باش. نه یام کشتی ما عمرش از مکد زیاد است. منتظر است که ما و صالح همراهی کار زندگی خودش شروع کنه. به نظر من هیچ پیر معلوم نمیشه. راست میگی؟ او زنده باشی اگر نه باز همراهی تصادف میکرد. سلام محترم، من ها هستم. از دیدنتان زیاد خوش شدم. اگه مرا مثل دوست آقا کمال فکر کنین باز هیچ مشکل با هم نخواهد داشتین. دزم هیچ حسادتی هم بین ما نخواهد بود، چرا که ده نبود ما شما بودین. راست میگین؟ بسیار زیاد تشکر، بسیار مهربان هستین. چی میگن؟ نمیگم، راز است. پس این قسم است. تو فیلم من میگیری؟ بله. این قسم میگیرین؟ یک شهر بیگانه و تنها هستی. خانوادت نیست، دوست و رفیقت نیست. خسته میشی، دق میاری، تو نمیتونی. نهان چرا؟ تو همراهیم نمیایی؟ ابر باشم یا کشتی بزرگ؟ ماهی شوام یا صدف؟ نه او، نه او، نه او. باید دریا شوی دوستم. همراه ماهی و ابر، کشتی و صدفش. چرا استاد هستی؟ بنداز خدا در دریا. کس هست که نجاتت بده، تشویش نکن. درشو
دریا شو، دود شو، غبار شو، ماهی شو. برو به هر جایی که قلبت میخواید. با کشتی میرم. اگه خراب شده باشه باز چی؟ یعنی که تقدیر ما یک چیز است. چرا همراهیم کمک کردی؟ چرا که به خاطر من میخواه برات ضرر برسانه. چطور خدا نجات میدی؟ کدام راه و چاره داری؟ کمال، اگه چیزی هست که من برات کمک کردم میتونم لطفاً برام بگو. نیست. اوراقی را که امضا کردی اگه به دستت بیای مشکلت حل میشه نه؟ تشویش نکن، خودم یک چاره پیدا میکنم. من میرم یک بار بچه ما ببینم. بانش خانم، بانش. باید بفهمه که در وقت غذا کسی قهر نمیکنه. نه خیر پدر، بیادرم گفت که سرم درد داره. خوابایی که امکان نداره میبینه. باز قسم جگر خون میشه، قسمی که حال شده. فقط که در روی سرک باشی. چیزی به نام دکان پدر و بچه وجود داره. ای جدایی دیگه به خاطر چی است؟ غلط میگم. آقا امیر، بازم مزاحمتان شدم. نمیخوایم که قهر شوین، اما اگه بیکار باشین میخوایم ببینمتان. بیا. بچه؟ سردردیت خوب شده؟ ها؟ خوب هستم. زینب برم دوا داد، حالا کم خوب هستم. بچه، اگه شما جگرخون باشین باز ما هم جگرخون می باشم. اگه شما خوب باشین باز ما هم خوب می باشم. ای چی است مادر؟ ای بار دیگه نوبت ما است بچه. ای طلا را با پولای پدرت خریدیم یک تانیم. حالا میخوایم که به تو بتمش. مادر بچه، این نارا بگی و بفروش. یک دفعه درای خودم برو جانم. اگه ضررم کنی با صدقه سرت. مادر نمیشه، من اینا را نمیخوایم. ای دیگه چه قسم گپ است؟ من باید براتان طلا بخورم، اما شما برام نمیتین. مشکل نیست بچه. با طلایی که از شما بگیرم خدا چطور ثابت کردم میتونم؟ اصرار نکنین مادر مقبولم، مرا جگرخون نسازین.
چند ساعت میشه اینجا هستیم؟ نه کسی میه و نه میره. منتظر می باشیم بیادرم، منتظر می باشیم. اگه بخوایم که امیر را جزا بدهیم باید او راشد احمق پیدا کنیم. تو نمیایی جانم؟ نه خیر. لطفاً بیا. دکترت زنگ زد گفت که خون ریزی داری، بیا. ما آمدم دیگه خلاص شد. بسیار احساس بد دارم. خواهش میکنم امشب من تنها نمان. تنها باش تا که خدا راحت بسازی و بار دیگه کوشش نکنی که همراه می قسم بازی کنی. بانو دوایت فراموش نکنی، سر وقت بخوری، نمیخوایم که کدام مشکل به وجود بیاید. پیش دروازه تان هستم، اگر نیایی تک تک میکنم. چی؟ تو چی میگی؟ در کجا هستی؟ پیش روی دروازه تان. زودشو از اونجا برو. میخوایی که بر من باز مشکل جور کنی؟ تو سال احمق دوست داری نه؟ شما عروسی میکنین؟ فقط ایره برام بگو که تو او را دوست داری یا نه؟ نه خیر. بله دوستش دارم، اما مثل یک انسان عادی، اما عاشقش نیستم. ماما میره میخواستم. تشکر. ایره برات نگفتم که دلت خوش بسازی، فهمیدی؟ دیگه هر دقیقه برای من زنگ نزن. شماره ما پاک، فهمیدی؟ یک دفعه بیازو برای مشکل جور کردی. به خدا اگه دیگه دفعه زنگ زدی با بیدرم میگم. او را دوست نداره. شکر که او را دوست نداره. بیادر زینب، همراهی کی گپ میزدی؟ به خدا قسم میخورم بیادر، میگفتم برم زنگ نزن دیگه. اوزان بود، همه تو نیست. به خدا قسم است که دقیقش نیستم. خودش هر روز برم زنگ میزنه. خب دیگه این شماره تبدیل میشه، فردا تبدیل میشه. درست است. بعد از این بدون اجازه من حتی از خانم بیرون نمیشی، فهمیدی؟ با کلگی تا نشان خود دادم که بیادر بودن یعنی چی. آقا کمالم خواد فهمید، پدرم هم خواد فهمید که طارق کی است. سرحد سرحد نه که باید آقا راشد میگفتم ها. بازی های که امیر کزجغلو همراه ما انجام داده را دانه دانه برم میگی، فهمیدی؟ دانه دانه.
آقا امیر کاراجل پیدا کردن، گفتن به غذای شب نمیاین. مادرمشان کجاستن؟ ولدان خانم گفتن منتظرشان نباشیم. آقا اوزان غذا رو با دوستایش میخوره. درست است. بسیار زیاد تشکر. خواهش میکنم خانم. برات میگم که کمال از کل چیز خبر است. امروز مرا بسیار زیاد تهدید کرد. بدون ای که دوای خود پس نگیریم دیگه چانس زیاد نداریم. اصرار نکن. از دوای خود هیچ وقت دست نمیکشم. اگه ای کار کنیم باز کل چیز به نهان میگه. چطور طرف اولاد خود سیل کنیم؟ تو در فکر اولادت است یا در فکر اونا؟ ما در فکر کلگی هستم. رازایی را که سالها میشه پنهان کردیم افشا خود، همچنان بسیار زیاد ضرر خود کردیم. ولدان ای کار نکوزت نکو. معلوم نیست که دوا را میبریم یا نمیبریم. تو از کجا میفهمی که دوا را میبریم یا نه؟ نه که همراه نورزاد درباره دوای ما گپ میزدی. تو میخواستی که طرفداری کی کنی؟ چاتیات نگو. برات میگم فقط ما را در یک مشکل کلان مندازی و بس. لیلا را تباه میسازم. تا وقتی که از پای نفتم همراهش میجنگم. تو هم خوب میشه که تصمیمیت بگیری. همراه ما هستی یا نیستی؟ ما در فکر اولادایم هستم. باز او وقت پیشوریم نمیایی. یک هدف دارم که در دعوا برنده شوم. قهوه میخواین؟ نه خیر، زنده باشین. آقا امیر نگفت که چی وقت پس میاین؟ نه خیر خانم، چیزی به من نگفتن. شفر داشته. تاریخ تولدم. سال عروسی ما. انسان روانی احمق. اولین بار است که به دردم خوردی. نهان در اتاقش است. بله آقا.